درود رفقا، امیدوارم که حال ذهنتون عالی باشه. ذهن موضوع این ویدیوه و یه داستان خیلی جالبم میخوام واسهتون تعریف کنم که واسه خودم اتفاق افتاده و باحاله. ذهن خیلی وقت خیلی شلوغ میشه این مرکز شهر. دیدین که موتورا میرن میان و خیلی شلوغ میشه، پر سر و صدا، پر حرف، پر حسای مختلف. یکی از چیزهایی که ذهن داره ترسه که خیلی وقت توی تصمیماتی که ما میگیریم تأثیر میذاره. باعث میشه که خیلی وقتا نتونیم درست تصمیم بگیریم یا یه سری وقتا یه تصمیمایی میگیریم که ما رو میندازه توی چاه و این دقیقاً کاری که ترس با ما میکنه. به ما دو نوع ترس داریم تو زندگیمون. نوع اول بهش میگن بیولوژیکال و نوع دوم سایکولوژیکال. نوع اول که بیولوژیکاله یه ترسی که عادیه، مثل اینکه ما میریم لبه یه چاه و میترسیم و خودمون رو پرت نمی‌کنیم تو، کاملا بجاه و باید اتفاق بیفته برای اینکه ما زنده بمونیم، که بهش میگن بیولوژیکال. خیلی هم ترس بجا و خوبیه. اما یه نوع دیگه ای که هست بهش میگن سایکولوژیکال. ترس سایکولوژیکال یه ترس ذهنیه، ترسیه که اصلا خیلی وقتا شاید خیلی وقتا اصلا وجود نداره و یه چیز ذهنیه، یه موضوع روانیه، یه موضوعیه که ذهن بر اساس چیزایی که تو گذشته دیده میاد الگو میگیره و میگه شاید این اتفاق بیفته. کاملا یه چیز ذهنیه، سایکولوژیکال، و دقیقا همون چیزیه که خیلی وقت گن میزنه به تصمیماتمون. واقعا هوا قشنگه اما سرده، خواستین بیاین حتما یه چیزی بپوشین. خیلی وقت خیلی کار رو نمی کنیم چون که ترس داریم که یه سری اتفاقا بیفته، یه سری اتفاقایی که اصلا ذهن ما گفته اصلا خیلی وقتا اتفاق نمیفته و ترس ذهنی دقیقا همون چیزی که اول ویدیو گفتم که خیلی تو تصمیمات ما تاثیر میذاره. موضوع این ویدیو هم دقیقا همینه. ترس یه چیزیه که روی تصمیمات ما خیلی مستقیم تاثیر میذاره و اینطوری هم هست که ممکنه توی اون لحظه که اون تصمیم رو ترس گرفتیم راضی باشیم، ولی در آینده شک نکن پشیمونی میاره. اصلا کلا اینطوریه، همیشه اینطوریه، واسه من حداقل اینطوری بوده. هر وقت با ترس حرف زدم، با ترس تصمیم گرفتم، باعث شده که بعدش پشیمون شم، بگم ای کاش اون کارو میکردم، کاش اصلا فلان میشد، کاش فلان. و ترس همیشه پشیمونی میاره، همیشه. چطوری ترسمون رو بذاریم کنار یا اصلا چجوری شناساییش بکنیم؟ بذار اول ماهیت ترس رو بگم، بعد حالا بریم سراغ این که چی کارش باید بکنیم. اصلا چی جوریه؟ تو میخوای یه کاری بکنی یا مثلا من میخوام آقا یه کاری بکنم که حالا ته ویدیو هم میگم که چیکار کردم. میخوام آقا یه کاری بکنم، بعد ذهنم میاد میگه که نه اگه این کارو کنی فلان میشه، ممکنه فلان اتفاق بیفته، ممکنه بد بشه واسط، ممکنه برم توی خونه کوچیک‌تر، برم درآمد کمتر، زندگی سخت‌تر، و هی ترس ایجاد میکنه و نمیذاره که من اون حرکت رو بزنم. با اینکه اون حرکت منو میندازه بالا، باعث میشه من رشد کنم و مهمتر از همه باعث میشه حس خودم خوب باشه نسبت به خودم، نسبت به زندگیم. اما این ترس نمیخواد، اما این ذهن نمیخواد. هی ترس ایجاد میکنه و ما رو منصرف میکنه. خیلی جا خیلی حرفا رو نمیزنیم، خیلی کارا رو نمیکنیم. چرا؟ چون که میترسیم. و یه سری جالب بگم، بیشتر ترسایی که ذهن ایجاد میکنه اصلا اتفاق نمیفته. یک دو اتفاق هم بیفته، اون قدری که ذهن بزرگش کرده اتفاق نمیفته. مثلا تهش دعوای کوچیک میشه مثال، ولی ذهن مثلا اومده گفته آره فلان میشه، تو رو خونه میندازه بیرون، بعد اینجوری میشه، بعد اونجوری میشه، ولی نه، مثلا تهش هم اگه اتفاق بیفته دعوای کوچولوه.
میدونی چی میگم؟ یعنی میخوام بگم خیلی وقت اتفاق نمیفته، اتفاقا بیفته یه چیز خیلی کوچیکه، چون ذهن عادت داره بزرگ میکنه، همه چیزو بزرگ میکنه، عادتشه. خب و گفتم همیشه رفقا ترس پشیمونی میاره. بخوام این مثال بزنم براتون که شبیه چیه، میتونم مثال دیوار رو بزنم. یه دیوار رو فرض بکن که اسمش ترسه، جلوی ما کشیدن. تو وقتی اون دیوار رو خرابش میکنی چه اتفاقی میافته؟ اون ور دیوار یه دنیای خیلی قشنگتره، یه دنیای خیلی باحالتره، یه عالم تجربه باحالتره. گفتم حتی خیلی وقتا ممکنه تو بیفتی چند پله پایین‌تر، چه لحاظ درآمدی، چه لحاظ چه میدونم شغلی یا هر چیز دیگه، ولی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که تو میفتی دقیقا سر جایی که باید. و دو، اینکه حالت با خودت خوب میشه، حس خودت نسبت به خودت خوبه. امتحانش کنین رفقا، امتحانش کنین. قرار نیست بکشتتون اصلا. و بدترین در واقع روشی که میتونیم با ترسامون مواجه بشیم اینه که هی بندازیمش عقب، حالا اینکه چجوری باشون مواجه بشیم کار سختیه، زمان بره و توی این ویدیو اصلا نمیخوام راجع بهش صحبت بکنم. ولی اینو بدون که بدترین روش اینه که هی عقب بندازیش. اوکی؟ هی بگی نه ولش کن، نه بیا این حرفو نزنم، بد میشه، داغون میشه، ممکنه فلان شه بیساشه. و بدترین روش اینه، داغون ترین روش اینه، باعث میشه هی ما ترس رو تجربه کنیم، هی ترس. و میدونی اتفاق بدی که دوباره نتیجه همون ترس از تو زندگیمون میفته چیه؟ اینه که ما انرژیمون رو هم ازمون میگیره، دیگه حال نداریم کاری بکنیم. چرا؟ چون مدام بدنمون تو حالت آماده باشه، تو حالت استرسه، فکر میکنه یه اتفاقی میخواد بیفته. چرا؟ چون مغز دستور داده که آقا یه ترسی هست و باعث میشه که چی؟ انرژیمون گرفته بشه، مدام خسته ایم. به خاطر چیه؟ به خاطر همینه، دقیقا به خاطر همینه. ببین علم ثابت کرده که 85% بیماری‌های فیزیکی که تو این دور زمان اتفاق میفته به خاطر استرسی که ذهن تولید میکنه و خیلی وقتا اصلا اون اتفاق نمیفته، حتی اگرم بیفته گفتم به اون بزرگی نیست. حالا چیکار کنیم؟ و قبل اینکه بگم چیکار کنیم اون داستان باحاله رو بگم. ببین من یه چند روز پیش با یکی از ترسام مواجه شدم و خیلی حس باحالی داشت. خب من میرم هنرستان، سال 11 هنرستانم و یه روز با رفیقم ایمان تصمیم گرفتیم که مدرسه رو بپیچونیم و بریم یه خوره بچرخیم تو تهران. این کار کردیم، نه یه بار، 2 بار. و ممکنه با خودتون بگید خب این که چیزی نیست، این که ترسی نیست. ولی چرا ترسه؟ چون من اگه خانواده‌ام بفهمن دهنمو سرویس میکنن و خیلی این از نظر اونا اتفاق بدی میتونه باشه، فرار. ولی ما این کارو کردیم، با ترسمون مواجه شدیم، با اینکه ذهن من کلی میگفت که نکن، ممکنه فلان شه، هی نمیخواد از حاشیه امنش بیاد بیرون، ولی من اون دیوار رو خراب کردم و یه تجربه خیلی باحال. امروز چهارشنبه است، نه ببخشید امروز شنبه است. امروز رفتیم، امروز رو پیچوندیم، پا شدیم رفتیم برج میلاد.
بعدش سوار شدیم رفتیم تجریش، رفتیم ساعدینیا، واقعا کافه باحالی بود، رفتیم لمیز، نمیدونم دوباره یک شنبه پا شدیم رفتیم تجریش، رفتیم دربند، خیلی اونجا هم آب و هواش قشنگ بود. چند تا ویدیو گرفتم میذارم، ولی میگم نگاه بکن، ما ترسه رو گذاشتیم زیر پامون، دیواره رو شکوندیم، از حاشیه امنمون اومدیم بیرون و چه اتفاقی افتاد؟ یه دنیای باحال، تجربه باحال و واقعا میارزید که این کار رو انجام بدیم. و یه مثال جالب بود که واسه خودم اتفاق افتاده بود و میخوام بگم که سعی کنیم با ترساتون مواجه بشین. حالا این کار سختی و زمان بریه، کم کم و نیاز داره که شما از ذهنتون بیای بیرون، از ذهنت باید بیای بیرون. تا وقتی تو ذهنت واسه تصمیم میگیره، ترس میده، تو رو هی میکشه عقب. باید از ذهنت بیای بیرون، باید بیای تو بدنت، بیا تو بدنت با مدیتیشن بیا تو بدنت، آگاه باش به بدنت آگاه باش. تنها راهیه که تو میتونی با ترسات مواجه شی. چرا؟ چون دیگه از ذهنت میای بیرون. ما همش تو ذهنمونیم، همش تو فکر این اون و نمیذاره خیلی کارا رو بکنیم. و آره، تا همینجا بسه و تهش اینو بدونین که با ترس زندگی کردن همیشه پشیمونی میاره. سعی کنیم با ترستون مواجه بشین و خیلی حس باحالیه. مواجه شدن با ترسا خیلی حس خوبی به آدم میده، بماند که اون اتفاقای بدی که تو ذهنمون هی ذهن ساختم مثل اتفاق نمیفته. آره اگه برم اینجوری میشه، اون میفهمه، دعوا میشه، فلان، هیچی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاقا بیفته یه چیز خیلی کوچیکه، اونقدری که تو ذهنمون بزرگش کردیم نیست.